سلام، من آرزوام و امروز قرار راجع به این دستگاه خیلی خفن میکرو الکتریسیتی که به پوست میده صحبت بکنم. تو ویدیو قبلی راجع به این توی روتینم انجامش دادم و خیلی ازم پرسیدین که این چیه، کاربردش چیه، مثل گواشا عمل میکنه یا نه و از این جور سوالا. خواستم بیام که توی یک ویدیو دیگه بهتون توضیح بدم که این مثل گواشا عمل نمیکنه، چون حالا من اگر روشنش کنم و ولتاژهای مختلف داره که من روی همیشه بالاترین ولتاژش میذارم. میبینین صداشو؟ خب یه لرزش خیلی ظریف و توی این دوتا گوی بالاش که فلزی-تور هستش یه جریان الکتریسیتی خیلی ضعیفی رو داره که باعث میشه که این عضلات بیشتر گونه و فکتون یا کنار لبتون که شاید زودتر پیر میشه یه جریان الکتریسیته خیلی ضعیف و ریز بهش میده که یعنی دردآور نیست، خب، ولی باعث میشه که پوستتون سفت‌تر باشه، باعث میشه که موادی که برای روتینتون استفاده میکنید بهتر جذب بشه، عضلات رو یه ورزش ریزی بهشون میده و یه شوک الکتریکی خیلی ریزی بهش میده که این شوک باعث میشه که پوستتون دیرتر پیر بشه، سفت بشه و یه پوست مثلا خوبی رو به شما تحویل میده. ولی این همه معجزات با یک بار استفاده شما ازش نمیبینید. یعنی اینجوریه که شما اگر به طور مداوم 1 ماه ازش استفاده بکنید، بعد از 1 ماه یک تغییر خیلی جالبی رو تو پوستتون حس میکنید. اصلا پوست صورت من پوست یک انسان 26 سال است، من یعنی الان 26 سالمه و با اینکه من خیلی با صورتم صحبت میکنم، میمیک داره صورتم توی صحبت کردن، ولی میبینید من تا حالا هیچ کار تهاجمی انجام ندادم ولی نیاز به بوتاکس ندارم، پوستم شل و افتاده نشده و حس میکنم ماهایی که تو جنوب زندگی میکنیم به خاطر نور آفتاب خیلی به پوستمون میخوره و شاید آبهای زیر پوستیمون، بافتای زیر پوستی رو زودتر پیر بکنه. این دستگاه باعث میشه که روند پیری پوست رو دیرتر بکنه و به نظرم خیلی کاربرد داره برای جوانسازی پوست و لیفتینگ پوست و از یه برند سوئدی، قیمتش خیلی مقرون به صرفه تره و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بگیرینش و توی روتینتون بذارینش. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.